رنگای ترند سال 2025 پارت 2 دومین پدرخوانده رنگی که میخوام بهت معرفی کنم کمپانی بنیامین موره. من خیلی کارشو باحال میدونم و دوست دارم. ببین اومده رسما برای رونمایی از رنگی که میخواد معرفی کنه کمپین برگزار کرده. این محصولات اپل یا این محصولات تسلا حتی کانتداون گذاشته روی سایتش برای اینکه مثلا این رنگ رو رونمایی بکنه. اسم رنگو گذاشته سینمن اسلیت. ببین تو مناطق محروم بهش میگن بنفش. من خب خیلی اهلش نیستم، ولی چیز جالبی که وجود داره کالیته رنگی که معرفی کرده خیلی حرف داره برای زدن. اولین حرفی که داره میزنه اینه که رنگایی که در واقع مودای دارک هستش قطعا امسال دیده خواهد شد و یه کار جالبی که کرده در واقع یه هیوی قهوه‌ای رو معرفی کرده که حتی این بنفشه هم مایه‌های خاکی قهوه‌ای بهش داده و همچنان سه تا رنگ سبز رو داره می‌بینی. حتی اون سفیدم تهمایه سبز داره. یعنی چی؟ یعنی سبک بایوفیلیا خیلی درست باهاش کار میکنه. حتی سبک مدرن ارگانیک هنوز داره درست با این کالیته کار میکنه. در کل رنگر خیلی نیستم ولی کارش خیلی درسته.